الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظیم. بعد از حمد خداوندی و ثنای بر حبیب خدا صلی الله علیه و سلم، این آیه مبارکه سوره کهف را تلاوت کردیم که الله جل شأنه قصه اصحاب کهف را در این آیه قرآنی بیان کرد. مقصد این آیات قرآنی و آوردن قصه های گذشتگان در قرآن برای عبرت و برای هر کسی هست که از اینها عبرت میگیرد و قصه ظالمان را الله جل شأنه در قرآن آورد تا که اون کاری بد و اون کفر آشکاری که اونها کردن مثل اونها ما نکنیم و اتباع از قرآن پاک و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حیات یکی از کودکان اسلام و حیات یکی از کودکانی که از ایام جوانی بر قافله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیوست و بر قافله صحابه همنشینان رسول الله صلی الله علیه و سلم پیوست و از هنگام کودکی تا زمانی به شهادت رسیدنش همه حیات خود را و همه دارایی خود را و همه قوت خود را برای نصرت اسلام و برای نصرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم صرف کرد. حیات این جوانی بزرگ و حیات این شهید راه خداوند حضرت سالم مولای ابو حذیفه رضی الله عنه را مختصر بیان خواهیم کرد. الله جل شأنه این جوانانی خرد هنگامی که به پیامبر ایمان آوردن هدایت و ایمان اونها را باز زیادتر کرد، همچنانه که الله جل شأنه اصحاب کهف را ایمان و هدایت اونها را باز زیاد کرد. این غلامی خردسال که ابن اسیر رحمت الله علیه در کتاب اسطالغابه خود می‌فرماید که از ایام کودکی این را از سرزمین فارسی زبانها دزدیده آوردند و در یکی از بازارهای مکة الله که بازار غلام فروشی بود در اونجا فروختند که این غلام پسر کودک را حضرت سبیته بنت یعا رضی الله عنها که زوجه حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه بود خرید و از این ایام کودکی با فضل و کرم پروردگار عظیم و شان و بعد از آن به فضل و کرم این صحابی بزرگ آزاد شد و حضرت ابو حذیفه این را همچون یک پسر اختیار کرد که خداوند متعال بعد از آن این نمود فعل را که مردم مشرکان مکه کودکانی را که از خود آزاد میکردند اونها را پسر قرار میدادند، خداوند همه پسرخوانی را از بین برد و خداوند فرمود که ادعوهم لآبائهم، شما اینها را به نام پدرهایشان فریاد کنید نه به نام کسانی که اونها را آزاد کردند. و متاسفانه که نام پدر سالم شنیده نمیشد و هیچ کس او را نمیدانست، او را سالم مولای ابو حذیفه رضی الله عنه نامیدند. و هنگامی که زید ابن حارثه آزاد شد، پیش از آزاد شدنش زید ابن محمد صلی الله علیه و سلم میگفتنش وقتی که آیت نازل شد که ادعوهم لآبائهم، شما اونها را با پدرهایشان فریاد کنید، از همون روز زید ابن حارثه او را گفتند، دیگر به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم او را تشبیه ندادند. و این حضرت رضی الله عنه
از ایام کودکی با پیامبر ایمان آورد و با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستاد و زیاد از اصحاب رسول الله که به سوی بلاد حبشه هجرت کردند، این حضرت تمام مشقت و تمام غمتی دشمنان خدا را بر دوش گرفت و دیگه هجرت نکرد تا که قرآن را، احکام قرآن را، علوم قرآن را و علم محمد صلی الله علیه و سلم را از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم بیاموزد. بر همین خاطر است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در قرآن، در حدیثشان میفرمایند که اقرأوا القرآن من اربعة، شما قرآن را از 4 صحابی من تعلیم بگیرید. یکم حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن مسعود را گفت، دوم سالم مولای ابو حذیفه را گفت، سوم حضرت ابی ابن کعب را گفت و چهارم معاذ ابن جبل را گفت که این 4 صحابی پیامبر از عالم ترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم به شمار می رفتند. با وجود این که حضرت سالم غلام بود یا از نسب عربی هم نبود، الله جل شأنه با پیروی از رسولش صلی الله علیه و سلم جزء از علم پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای این هدیه نمود. حضرت سالم مولای ابو حذیفه از جنگ بدر شروع کرده تا آخر حیاتش با همراهی ابو حذیفه پیشوای خود یا کلانی خود که آزادش کرده بود در تمام جنگ های اسلام اشتراک کرد و به تمام قوتش از محمد و از دین او دفاع کرد صلی الله علیه و سلم. و حضرت سالم مولای ابو حذیفه روزی که پیامبر خدا و ابو بکر بعد از او به سوی شهر ریاض روان کرد، جزء از اصحاب پیامبر را برای سرنگون کردن مسلمه کذاب که یکی از کسانی بود که دعوای پیامبری کرد، در شروع شدن جنگ این مردم مرتد قریب که بالای اصحاب پیامبر غالب می شدند و از این ترتیب حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه مردم را 3 گروه کرد، مهاجرین را 1 گروه کرد و مردم انصار مدینه را 1 گروه کرد و نو مسلمان شدگیان را 1 گروه کرد تا که بفهمد که از کدام جهت امت اسلام اصحاب پیامبر شکست میخورد. و از نگاه مهاجرین، یعنی از جانب مهاجرین، بیرق اسلام و رایه قرآن را حضرت سالم مولای ابو حذیفه گرفت که مردم کمی به ترس آمدن که شاید این جوان قوت نکند و از جنگ سرکشی کند یا عقب نشینی کند و برای او اقتراح یا مصلحت دادن که تو میتونی که همین بیرق را برای یگان کسی دیگه بده که کمی در دل ما ترس است، شاید که از جانب تو شکست بخوریم. عجایب مقاله که حضرت سالم مولای ابو حذیفه گفت همین مقاله بود که تا به حال در صحیفه های تاریخ ثبت شده است. حضرت میگوید بیس حامل القرآن انا این اوتی المسلمون من قبلی، اگر من در همین جنگ بازدید مرتدان و کافر شدگان اگر ثابت قدم نیستم، اگر من شکست بخورم و از جنگ بگریزم، از این فهمیده می شود که حامل قرآن، بدترین حامل قرآن در روی زمین من هستم. مؤرخین میگویند که حضرت سالم مولای ابو حذیفه رضی الله عنه چنان ثابت قدم ایستاد که مثل حضرت جعفر ابن ابی طالب دست راست او را دشمنان خدا کلته کردند، باز به دست چپش بیرق اسلام قپید، دست چپش کلته کردند، باز بیرق به کتفهاش گرفت. سرسختی و ایمان کامل این صحابی بزرگ این مرتدان دیدن، آخران شمشیر تیز زدن. این حضرت صلی الله علیه و رضی الله عنه بر رفتن خون از بدنش زیاد بر زمین افتاد و به شهادت رسید. آخران نفسهایی که از زبان این حضرت میبرامد این بود، پرسید ای خالد، مسلمان ها امروز چی کار کردند؟ ببینید که وقتا که جان در گلوی اوست، در بدترین وقت قرار دارد، این حضرت رضی الله عنه فکر امت اسلام میکرد.
فکر او را میکرد که امروز امت اسلام چی حال دارد. باید امت اسلام و جوانهای امروزه فکر امت اسلام و فکر دین اسلام و فکر پیشرفت امت محمد صلی الله علیه و سلم را مثل ابو حذیفه نمایند. فرمود که ای خالد رضی الله عنه، امت اسلام امروز چی کار کردن؟ حضرت خالد رضی الله عنه گفت که الله جل شأنه اصحاب پیامبر را بالای این شیطان دروغگو مسلمه کذاب که دعوای پیامبری کرد بالای او غالب گردان و خداوندی بزرگ این دشمن خدا را سرنگون کرد. دویم سخنی که ابو سالم مولای ابو حذیفه گفت این بود که او کسی که مرا آزاد کرد و در همه جنگ ها با یکدیگر ضد دشمنان خدا جنگ میکردیم و جهاد میکردیم، او کجا شد؟ حضرت خالد گفت که ابو حذیفه در این جهاد بزرگ اسلام رو نگردان و در صف پیش از دنیا جان داد. ببین ای سالم که در بری تو خوابیده است. هنگامی که حضرت سالم مولای ابو حذیفه رو به سوی این مولای خیش گردان، رو به سوی این پیشوای خیش گردان که تنی بیجان در ته آسمان خوابیده است، چشمان خود را پوشان. آخران سخنی گفت حضرت رضی الله عنه این بود: معن هنا یا ابا حذیفه و هناک ان شاء الله. ای ابو حذیفه، در این دنیا یک جایه پی همدیگر یا بر دربیر جان خود را به خداوند دادیم و انشاءالله که در جنت با یک جایه ایم گفت و جان خود را داد. ببینید که این صحابی بزرگ در هنگام جان دادنش فکر امت اسلام میکرد که امت اسلام امروز شکست خورد یا غلبه بر امت اسلام بود. هنگام جان دادنش فکر برادر خیش را کرد که آیا در همین جنگ به شهادت رسید یا نرسید، یا از جنگ گریخت. هنگامی که بهترین سخن غلبه و ظفر اسلام را شنید، شهادت این برادر خود را در بر خودش شنید، شکرانه خدا کرد و جان را به الله تسلیم کرد. وقتا که در نزد حضرت عمر سالم مولای ابو حذیفه را حیاچه و جانبازیش نقل میکردن، حضرت میگفت لو کان سالم حیا لولیته الامر. اگر امروز سالم زنده می بود، قسم به خدا که من بعد از خود او را خلیفه می کردم. هیچگاه امور خلیفه را مشوره در بین شما نمی کردم که شما یک کس را اختیار کنید. این جوانی زیبا و این صحابی پیامبر و این کسی که جان خود را داد دو صفات داشت. یکم صفاتش این که از ایام کودکی به خدا و پیامبر ایمان آورد. صفات دومش این که شجاعت و جوانمردی و در راه خدا تا آخری نفسش ایستاد که از درگاه پروردگار عظیم الشان خواهان این هستیم و التجا میکنیم که الله جل شأنه اون عقیده و آن فکری که اصحاب پیامبر را داد برای هر یکی ما و شما نصیب بگرداند و آن فکری که اونها به خاطر نصرت اسلام، به خاطر نصرت پیامبر، به خاطر نصرت این امتی که امروز بیچاره ذلیل هست برای اون صحابه ها داد. الله جل شأنه همان فکر، همان عقیده، همان پیشروی دین و امت پیامبر را برای هر یکی ما و شما نصیب بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی آله الطیبین و الصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک الله خیر.